بله، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته جناب آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من قاسمی هستم، از بالتیمور آمریکا زنگ میزنم. اولین دفعه از خدمت شما زنگ میزنم. میخواستم این مطلب کوچیکی رو در همین موضوع مهدویت خدمت شما عرض کنم. بفرمایید آقای قاسمی. خیلی خلاصه، اینهایی که زنگ میزنن از شیعه های ایران که طرفدار این قزوینی دروغگو هستن، اینا اصلا معنی قرآن اولا نمیفهمن. در اعجاز قرآن اگه ما فکر بکنیم، در یک آیه فقط من ثابت میکنم که این ولادت مهدی اینا کلا دروغه. الله تعالی میفرماید و حمله و فصاله 30 شهرا. این از اعجاز قرآن و علم امروزی هم ثابت کرده که اگه یک جنینی مولودی در سن 6 ماهگی هم به دنیا بیاد، علم امروز ثابت کرده که اون میتونه زنده بمونه. ولی قبل از 6 ماهه اگه به دنیا بیاد، اون اصلا امکان نداره. از نگاه عقلی منطقی، از نگاه طبی، علم امروزی اصلا با قرآن هیچ مخالفتی هم نداره. ثابت شده که قبل از 6 ماهگی هر کسی به دنیا بیاد، یعنی اون زنده نمیمونه. ولی 6 ماهه، اگه 6 ماهه به دنیا بیاد، اون زنده میمونه. و این اعجاز قرآنه که وقتی در آیه میفرماید و حمله و فصاله 30 شهرا، و در آیه دیگر که 24 ماه برای شیر دادن ذکر شده، یعنی این اعجاز قرآن رو برای ما یعنی ثابت میکنه که 6 ماه برای ولادت و 24 ماه هم برای شیر دادگی. درست. و این خود این آیه اصلا ثابت میکنه که اصلا از نگاه عقل، منطق، از نگاه علم، از نگاه قرآن و حدیث اصلا قابل قبول نیست که مثلا امام زمانی که موهومه برای اینا. درست. امام زمان مثلا بیاد در یک شب به دنیا بیاد، در یک شب اون زن حامله بشه، اینها همه اصلا بچه کوچیک هم میدونه اینا همه دروغه. من چندین دفعه زنگ زدم به این شبکه ولادت میگن، ولادت اینا چی میگن، به این شبکه زنگ زدم و میخواستم با خود این قزوینی دروغگو مستقیما صحبت بکنم، ولی تلفن منو قطع میکنن. من میگم که میخوام با خود قزوینی مناظره کنم در همین مسئله مهدویت. من با 2 آیه، با 3 آیه ثابت میکنم که این مسئله دروغه، از نگاه قرآن و حدیث دروغه، و با 2-3 آیه هم ثابت میکنم که این قزوینی اصلا مشرکه، کافره، این اصلا مسلمون نیست. این اصلا واقعا شما آقای انصاری، من یک کلمه خدمت شما عرض میکنم و وقت شما رو زیاد نمیگیرم. شما واقعا همون راه اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم رو ادامه میدیم. واقعا یعنی راه شما، عقیده شما، گفتار شما 100% مطابق قرآن و حدیث. یعنی و تبعوهم به احسان رضی الله عنهم و رضوا عنه. شما از همون هستین، از همون کسانی هستین که الله تعالی در قرآن فرموده والذین تبعوهم به احسان. شما از همونهایی هستین که دارین از صحابه رضی الله عنهم دفاع میکنین و از اونا تبعیت میکنین و کلام شما هیچ فرقی نمیکنه با کلام صحابه، با کلام عمر ابن خطاب و کلام خلفای راشدین. من اینو در فیسبوک هم نوشتم. شما را من نمیشناسم و فقط از طریق شبکه ها با شما آشنا شدم و واقعا یعنی شما کسی هستین که 100% راه شما درسته، کلام شما درسته. انشالله خداوند به وسیله شما این رژیم آخوندی ایران رو به وسیله شما تنها به زانو در میاره. انشاءالله ما همیشه دعا میکنیم خداوند شما رو توفیق بده در شکست این شیعه ها، در از بین بردن این رژیم آخوندی که برای سرنگونی مسلمانان و انسانیت اومدن تا دارن اصل مردم ظلم میکنن و حکومت میکنن. انشالله شما رو خدا توفیق بده. خداوند شما رو عمر طولانی عطا بفرماید. ما روز شب با شما هستیم و خواهیم بود. میلیون ها نفر طرفدار شما هستن. سلامت باشید. دیگه عرضی ندارم خدمت شما. انشالله در آینده بازم در تماس خواهیم بود. من قاسمی هستم از بالتیمور آمریکا. زنده باشید آقای قاسمی. تشکر برادر عزیز. تشکر از شما. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی به ما این توفیق رو نصیب بکنه که خدمتی در راه دین کرده باشیم و الله سبحانه و تعالی قبول بکنه از ما
و این توفیق به ما بده که پیرو اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و پیرو قرآن کریم و سنت رسول بزرگوار اسلام صلوات الله و سلام علیه باشیم.